همون اول که برنامه فتوشاپ رو باز می‌کنین یه صفحه خانه به شما نشون میده تا به فایل‌هایی که می‌خواید باهاش کار کنید راهنمایی کنه. جایی برای ترسیدن نیست اگه با فتوشاپ تازه کارید یا صفحه خانه‌تون دقیقاً همین چیزی که اینجا می‌بینید نیست. اولین باری که فتوشاپ رو اجرا می‌کنید ممکنه پیغامی توی این قسمت ببینید یا ممکنه همونطور که ما اینجا می‌بینیم یه لینک به یه آموزش یا اینکه پنل موارد جدید رو چک کن. اگه بخوایم می‌تونیم این قسمت پیشنهادات رو با کلیک برای این نشان مخفی کنیم. همچنین اگه متوجه شده باشید میبینید که تصاویر رو میتونید اینجا بذارید برای اینکه کار شروع بشه و به محض اینکه شروع کردیم به باز کردن فایل ها همه فایل هایی که اخیراً باز کردیم رو در این قسمت میشه دید. خب بیایید با باز کردن یه فایلی شروع کنیم. من روی دکمه اوپن کلیک میکنم تا قسمت فایل های تمرینی میرم. به قسمت اوپنینگ فایلز 01 و آرچ JPEG رو باز میکنم. حالا به محض اینکه فایل رو باز میکنم صفحه خانه ناپدید میشه. اما اگه بخوام به صفحه خانه دسترسی داشته باشم میتونم روی آیکون خانه بالا دست چپ کلیک کنم و اگه بخوام به فتوشاپ برگردم یا میتونم روی آیکون PS کلیک کنم یا فقط دکمه اسکیپ رو بزنم. به محض اینکه این فایل رو ببندم دوباره صفحه خانه رو میبینیم و فایل هایی که اخیراً باز شدن رو میبینیم. خیلی خوب، برای اینکه فایل جدیدی رو باز کنیم روی Create New کلیک میکنیم و حالا گزینه‌های مختلفی کنار هم بالا داریم. یه گزینه ریسنت و یه گزینه سیفد آپشنز و یه سری فایل های از پیش تعیین شده. خب مثلا وقتی من روی فوتو کلیک میکنم یه سری مدل های از قبل تعیین شده میبینم برای سایت های پیشفرض یا پرتکرار. اگه بریم قسمت پرینت یا آرت اند ایلوستریشن یا وب مدل های از قبل تعیین شده ای میبینیم که برای اون کارها بسیار استفاده میشن. من برمیگردم به قسمت فوتو، اما بیایید فرض کنیم که مدلی که دنبالش میگردم و نمیتونم پیدا کنم. خب حالا در قسمت راست میتونیم طول و عرض دلخواه خودمون رو وارد کنیم. در این مورد من یه مدل میسازم که 8x8 اینچ هست. اگه مربع نبود سریع میتونم اینجا اندازش رو عوض کنم. همچنین اگه بخوام میتونم واحدهای اندازه‌گیری رو تغییر بدم. رزولوشن، حالت رنگ یا بیت دپث. بیا با چه چیزی میخوام پس زمینه رو پر کنم و تعدادی گزینه‌های پیشرفته اضافی. خب میخوام که از این مدل سایزی بارها و بارها استفاده کنم. برای همین روی آیکون سیو بالا سمت راست میزنم و بهش یه اسم میدم. در این مورد 8x8 اینچ و 300 پیکسل در هر اینچ میشه و بعدش این حالت پیشفرض رو ذخیره میکنم و فتوشاپ خودش منو به این قسمت ذخیره میاره. حالا من میرم و این قسمت پیام رو میبندم و بعد برای اینکه اینو باز کنم فقط کافیه که روش دوبار کلیک کنم. واسه الان بسته نگهش میدارم، اما میخوام بهتون نشون بدم که وقتی برمیگردم به Create New نه تنها زیر موارد اخیر بلکه زیر محل ذخیره هم لیست شده. خیلی خوب، بیایم این قسمت رو ببندیم. فقط میخوام که بگم اگه شما از لایتروم کلاسیک برای مرتب کردن عکساتون استفاده میکنید و بعضی از اون فایل ها رو به فضای ابری دادید، میتونید اینجا روی لایتروم فوتو کلیک کنید برای اینکه به اون فایل های فضای ابری دسترسی داشته باشید. و اگه از لایتروم نسخه فضای ابریش استفاده میکنید، با کلیک روی این قسمت میتونید به همه اون عکس ها با کیفیت کامل که روی فضای ابری هستن دسترسی داشته باشید. به علاوه ما میتونیم به تمام فایل های فضای ابریمون دسترسی داشته باشیم. حالا اینجا فایل های ابری نوع خاصی از فایل های فتوشاپ هستن و شما میتونید یه فایل ابری رو ذخیره کنید که فایل اصلی روی فضای ابری ذخیره میکنه برای اینکه بتونید از طریق یه برنامه دیگه بهش دسترسی داشته باشید، مثلا فتوشاپ روی آیپد. حالا من دوست دارم به همه فایل هام توی صفحه خانه دسترسی سریع داشته باشم، ولی هر وقت خواستید که این رو خاموش کنید میتونید برید توی فتوشاپ و سپس Preferences و در General نمایش اتوماتیک در صفحه خانه رو غیر فعال کنید. حالا من همینطور میذارم روشن باشه و همونطور که میتونید ببینید راههای راحت و ساده زیادی هستن برای ساختن فایل جدید، ذخیره مدل ها و باز کردن فایل ها از صفحه خانه فتوشاپ. بیایید چند دقیقه رو برای اینکه با محیط فتوشاپ آشنا شیم اختصاص بدیم. خب من از اینجا یعنی بریج شروع میکنم، برای فایل درخت خشک دابل کلیک میکنم و توی فتوشاپ بازش میکنم. حالا سر تا سر بالا منوهای ما هستن و به صورت موضوعی گروه بندی شدن. مثلا هر ابزاری که لازم دارید برای لایه ها یا برای تایپوگرافی، سپس همه ابزارهامون در سمت چپ قرار میگیرن و وقتی که نشانگر روی هر ابزاری میبریم میاد به ما یه توضیح مختصر مفید در مورد ابزار میگه
و این خیلی عالیه وقتی که شما دارید فتوشاپ یاد میگیرید، اما هرچی که پیشرفته تر میشید ممکنه نخواهید دیگه اینا رو ببینید. پس بهتره بدونید که میتونید اونا رو خاموش کنید. زیر قسمت فتوشاپ و بعد preferences و بعد tools و راحت show rich tool tips رو غیر فعال کنین. با این کار انیمیشنش غیر فعال میشه و اگه بخواین همه tool tips ها رو غیر فعال کنید میتونید این کار رو هم انجام بدین. خیلی خوب، وقتی یه تول رو انتخاب میکنین آپشن های اون ابزار رو در آپشن بار اون بالا نمایش داده میشه. حالا در مرکز قسمت پیشنمایش هست، جایی که عکس رو میبینیم و در قسمت پایین سمت چپ محل وضعیت یا استاتوس که میتونین روش کلیک کنین و اطلاعات بیشتری رو در مورد تصویر دریافت کنین و اگه روی اون نشانه کوچیک کلیک کنین میتونین عوض کنین که چه چیزی اونجا نمایش داده بشه. همونطور که میتونین ببینین پنل های زیادی هست که در دست راست نمایش داده شدن. اما مهمه که بدونید صفحه شما ممکنه با صفحه من فرق کنه، چون که ممکنه پنل ها رو خودتون تغییر داده باشین یا خود فتوشاپ ممکنه پنل ها رو تغییر داده باشه با توجه به رزولوشن صفحه شما. برای مثال ممکنه یا ممکن نیست که پنل های اضافه ای رو ببینید، مثل پنل لایبرری یا لرن، یا ممکنه اصلا دو ستون متفاوت از پنل ها رو ببینید. بازم این با توجه به رزولوشن مانیتور شما ممکنه فرق کنه. خب من میخوام در مورد نمایش دادن و مخفی کردن و چیدمان پنل ها با دقت بیشتری در ویدیوهای دیگه صحبت کنم، اما برای حالا پیشنهاد میدم که پنل هاتون رو ریست کنین. با استفاده از ورکسپیس پیکر و اسنشالز رو انتخاب کنید. حالا اگه پنل هاتون رو جابجا کردین لازمه که دوباره اون رو انتخاب کنین و ریست کردن موارد ضروری رو انتخاب کنید. به علاوه تغییرات کوچیکی هستن که میتونیم به ظاهر فتوشاپ بدیم که کمکمون کنه که بیشترین استفاده رو از محیط فتوشاپ ببریم. اول از همه مایلم که برنامه فتوشاپ رو تمام صفحه کنم تا بتونم از همه صفحه استفاده کنم و با برنامه‌های دیگه حواسم پرت نشه که روی بک‌گراند باز گذاشتم. پس روی مک روی این آیکون سبز کلیک کردم اینجا و برای ویندوز باید روی علامت مستطیل شکل کلیک کنین. در قسمت گوشه سمت راست برنامه وجود داره. حالا اگه نیاز بود که به یه برنامه دیگه برم، برای مثال بریج، میتونم زیر منوی فایل براوز این بریج یا به سادگی میتونم از کلید میان بر کامند تب روی مک برای رفتن به برنامه‌های باز دیگه و یا آلت و تب روی ویندوز استفاده کنم. برای اینکه به برنامه‌های باز دیگه دسترسی داشته باشم. حالا دوم، میخوام بهتون نشون بدم که میتونید از یه تم روشن‌تر یا تاریک‌تر برای فتوشاپتون استفاده کنید و تنها کافیه که از preferences اینجا زیر اینترفیس استفاده کنید. بنابراین ما 4 جور رنگ مختلف تم داریم. یه تم خیلی تاریک، یه دونه تقریبا حالت وسط، سپس روشن و بعد روشن‌تری. حالا من پیشنهاد میدم که از یکی از تم‌های تاریک‌تر استفاده کنین، فقط به خاطر اینکه کمی در مقابل چشم‌ها راحت‌تر دیده میشه. همچنین میخوام اشاره کنم که میتونید رنگ هایلایت ها رو هم عوض کنید. همونطور که میبینین لایه بک‌گراند هایلایت خورده است و توسیه. ممکنه یکم راحت‌تر باشه که رنگش رو آبی بذارید که اینطوری میشه تشخیص داد کدوم یکی از لایه ها هایلایت شدن. و فقط محض یکم تفریح، اگه میخواین یه جایزه مخفی توی فتوشاپ رو بدونین، میتونید که کلید کامند و شیفت رو نگه دارین و روی یکی از رنگ‌های تغییر تم میزنین. و میبینین که یک لیوان قهوه‌ای کوچیک ظاهر شد و اگه دوباره انجامش بدین چند تا توست گیرتون میاد. پس یکم اینجا خوش گذروندیم. خیلی خوب، حالا روی اوکی میزنم و بهتره که بدونید که همچین رنگی که دور عکستون رو میگیره همینجا میتونید تغییر بدید. تنها با کلیک راست کردن روش و بعد انتخاب چه از روی لیست و چه یه رنگ دلخواه برای حالا ولش میکنم و میذارمش روی حالت دیفالت، اما بهتره که عکستون رو یه نگاه بندازین. اگه فکر میکنین که بعداً میخواین روی صفحه سفید یا حداقل یه توصیه کم رنگ تر چاپش کنین، یه چیز کوچیک دیگه که باید بدونین اینه که ابزاری یا دستوری رو که دنبالش میگردین یادتون رفته اما دقیقاً مطمئن نیستین کجا میتونین پیداش کنین، همیشه میتونین از بخش جستجوی فتوشاپ استفاده کنین. پس زیر منوی ادیت سرچ رو انتخاب میکنین یا فقط میانبر کامند اف روی مک یا کنترل اف روی ویندوز استفاده کنید و بعد شروع کنید به گشتن دنبال اون چیزی که دنبالش میگردین. بیایید بگیم برای مثال شما دنبال فیلتر رنگ روغن یا اویل پینت میگردین. کجا بود؟ شما به راحتی کافیه تایپ کنین اویل پینت و به محض اینکه شروع کردین به تایپ کردن گزینه‌های زیادی اینجا می‌بینید. مثلا گزینه‌هایی که مربوط به فتوشاپ هست، محتوای آموزشی، محتوای مربوط به استاک و لایت روم فوتوز. پس اگه بخوام که داخل قسمت فتوشاپ رو نگاه کنم، فقط روی فتوشاپ کلیک می‌کنم. چیزی خیلی جالب در موردش اینه که اگه کلیک کنین جایی که نوشته اویل پینت، شما رو در واقع میبره به اون فیلتر. یا اگه دنبال یه ابزار بودین، بهتون نشون میده که اون ابزار دقیقاً کجای تولبار هست. من میرم و این رو کنسل میکنم. اما در آخرین چیز کوچیک، اگه یه ابزار اونجور که شما فکر میکنید کار نمیکنه،
همیشه میتونید روی ابزار راست کلیک کنید. در این قسمت تولبار و ابزار رو ریست کنید. بیایم از بریج شروع کنیم و 2 تا عکس اولی رو انتخاب کنیم که در فتوشاپ باز بشن. من اولی رو انتخاب میکنم، کلید کامند در مک و کنترل در ویندوز رو میگیرم و بعد دومی رو انتخاب میکنم و بعدش فایل و بعد اوپن رو انتخاب میکنم. یا از میان بر کامند او در مک یا کنترل او در ویندوز استفاده میکنم. بنابراین عکس ها به صورت پیش‌فرض در تب های مختلف باز میشن. میتونید که روی هر تب هر فایل کلیک کنین برای اینکه اون فایل رو ببینید. همچنین میتونین کلیک کنین و بکشیدش برای اینکه ترتیبشون رو درست کنین. اگه میخواید و همچنین میتونین با شورتکات کنترل تب که هم روی ویندوز و هم روی مک یکی هست در تب های بازتون جابجا بشید. حالا اگه چند عکس رو همزمان میخواید، من از منوی ویندو و بعد ارنج برای اینکه عمودی یا افقی قرارشون بدم استفاده میکنم. و میتونم از گزینه‌های اینجا استفاده کنم. همونطور که میبینید بعضی از اینا غیر فعالن و این به خاطر اینه که من فقط 2 تا فایل باز دارم و اگه فایل‌های باز بیشتری داشتم گزینه‌های بیشتری همینجا برام فعال میشد. اگه من گزینه تایل رو انتخاب کنم، فتوشاپ به سلیقه خودش سریع برام تایلش میکنه. حالا برگردیم به حالت نمایش تک عکسی. برای این کار دوباره ارنج، ویندو و بعد consolidate all to tabs. حالا بعضی‌ها ترجیح میدن که تصاویرشون رو به صورت معلق ببینن و تایل نباشه. خب برای این کار کافیه که فقط روی تایتل عکس کلیک کنید و تنها اونو بکشید بیرون و میبینید که به صورت معلق تبدیل شد و این کار میتونه خیلی کارآمد باشه وقتی دارید از 2 تا مانیتور استفاده میکنین و میخواین یه عکس رو به مانیتور دومتون بفرستین. ولی تنها مشکل اینه که اگه روی اون یکی تصویر که به صورت تب هست کلیک کنید، ببینیم که اونی که معلق شده بود مخفی شد و اگه لازمتون شد که پیدا کنید، میتونید برید منوی ویندو و در آخرین گزینه اون یکی فایلی که باز هست رو و نمیتونید ببینیدش رو انتخاب کنید. البته یه راه دیگه هم وجود داره که باید برید به ویندو، ارنج، مثل کاری که چند لحظه پیش کردیم و consolidate all to tabs رو انتخاب کنید. حالا اگه میخواید که همه تب هاتون حالت معلق باشه، بازم ویندو، ارنج و بعدش float all in windows. اگه بخوام که این عکس های معلق رو با هم یه گروهشون کنم، میتونم یکی رو بکشم دقیقاً رو سر اون یکی تا وقتی که اون خط آبی رو ببینیم و اینطوری اونا رو یه گروهش میکنه و این میتونه به درد بخور باشه. مثلا بگیم اینا رو میخوایم به مانیتور دوم ببریم و اگه میخواین دوباره به تب تبدیلشون کنین، کافیه که بکشیدشون تا نزدیک اون بالا تا اینکه اون خط آبی رو دوباره ببینین که دور قسمت پیشنمایش ظاهر شده و کلید موس رو رها کنین. حالا اگه فایل های معلق رو بیشتر ترجیح میدین، چون که به صورت پیش‌فرض وقتی که همه فایل ها رو میبندین، بعدی هایی که با حالت پیش‌فرض باز به صورت تب باز میشن. اما میتونید preferences رو از این قسمت انتخاب کنید زیر قسمت workspace و بعدش option open documents از تبز رو غیر فعال کنین، ولی برای الان میخوام همینطوری که هست بذارمش. حالا برای اینکه فایل هاتون رو ببندین، یا میتونین روی علامت X کوچیک کادر تایتل کلیک کنین یا میتونین فایل و بعدش close رو انتخاب کنین. یا از شورتکات کامند W روی مک یا کامند W روی ویندوز، یا اگه چند تا فایل باز دارین و میخواین که همشون رو ببندین، کافیه که close all رو بزنید. پس وقتی که با چند تا فایل باز کار میکنین، من ترجیح میدم که به صورت تب در بالای صفحه‌ام داشته باشمشون و فقط با کنترل تب سری بینشون بچرخم. اما با توجه به روش کار خودتون ممکنه که فایل های معلق رو ترجیح بدین. راه‌های زیادی وجود داره برای اینکه روی عکسی زوم این یا زوم اوت کنین یا به راحتی روی قسمت‌های مختلف یه تصویر بچرخین. خب بیاین عکس اولی رو انتخاب کنیم. کلید کامند رو در مک یا کنترل رو در ویندوز بگیرین و دومی رو انتخاب کنین و بعد از میانبر کامند او برای اینکه بازشون کنید استفاده کنین که دکمه‌هاش روی ویندوز میشه کنترل او. اگه شما به منوی ویو نگاه کنین، 4 تا آپشن متفاوت اینجا می‌بینین که تقریبا زیاد ازشون استفاده می‌کنم. اولی زوم هست، دومی زوم اوت، سومی فیت آن اسکرین و چهارمی هم این 100% هست. خب بیایم یه نگاهی بهشون بندازیم. حالا میام از شورتکات استفاده میکنم. همونطور که میبینین زوم این کامند پلاس هست، کامند ماینس برای زوم اوت، کامند 0 برای جا دادن روی صفحه و کامند 1 برای زوم رو 100% کردن. پس هر باری که از کامند پلاس در مک یا کنترل پلاس در ویندوز استفاده میکنم زوم میشه. هر باری که با کلید منفی ازش استفاده میکنم دورتر میشه و اگه از کامند 0 استفاده کنم، فتوشاپ میاد تصویر رو کاملا روی قسمت پیشنمایش تا اونجا که میشه بازش میکنه.
ولی حواسش هست که همه تصویر نمایان باشه. واسه همین ما همه تصویر رو ببینیم و هیچ جاش از کادر خارج نشده یا هر صورت دیگه‌ای. حالا اگه از کامند 1 استفاده کنم به حالت 100% زوم کردم و دیگه نمیتونم همه تصویر رو ببینم و فقط یه قسمتیش رو میبینم. خیلی خوب، بیایید با کامند 0 برای اینکه روی صفحه جاش کنیم زوم اوت کنیم، اما بعضی وقتا متوجه میشید که تصویر کمی مبهم میزنه و این به بزرگی عکس بستگی داره و رزولوشن مانیتور شما. ولی شما همیشه میتونید از اون علامت درصد زوم کوچیک در گوشه سمت چپ استفاده کنین که در اینجا روی 74% قرار گرفته. شرط میبندم مثلا اگه بذارم روی 70% و اینتریا ریترن رو بزنم اون مبهمات تصویر حذف میشه. خیلی خوب، همچنین ما میتونیم با ابزار زوم کنیم. واسه همین من زد رو میزنم تا ابزار رو انتخاب کنم و هر باری که روی تصویر میزنم فتوشاپ برام زوم میکنه و به خاطر اینکه به صورت پیش‌فرض روی زوم کردن هستش. اگه من کلید آپشن رو روی مک یا کلید آلت روی ویندوز رو نگه دارم و اگه فقط آیکون بعدی بغلش رو در کادر آپشن ها بزنم عکس زوم اوت میکنه. اما همچنین میتونین از چیزی که بهش اسکرابی زوم میگن استفاده کنیم. حالا از ابزار زوم این استفاده رو میکنم و همینطور که کلیک میکنم و میکشم به سمت راست میبینید که زوم این میشه و اگه کلیک کنم و به سمت چپ بکشم زوم اوت میشه. همچنین ما میتونیم با استفاده از پنل نویگیتور زوم کنیم. من از منوی ویندو اینجا انتخابش میکنم و در پایین یه درصد دارم. مثلا بگیم که 80% میتونم راحت تایپش کنم یا از لغزنده بین این کوه ها استفاده کنم برای اینکه زوم این یا زوم اوت کنم. و به محض اینکه زوم این کردم میتونم داخل اون مستطیل قرمز کلیک کنم برای اینکه جایی که داره نشون داده میشه رو در پنجره پیش‌فرض اینجا عوض کنم. خیلی خوب، بیایم اینو برای حالا ببندیم و متوجه میشید همین که زوم اوت کردین کادر اسکرول رو در سمت راستتون خواهید داشت و همینطور پایین عکس برای اینکه بتونید ازش استفاده کنید. اما اگه کلید H رو بزنم به هم ابزار دست رو میده و حالا میتونم که همزمان به جهت‌های مختلف در یک زمان جابجا بشم. حالا اگه کلیک رو بگیرم و ول کنم فتوشاپ برای چند لحظه به تکون دادن ادامه میده و در واقع به این میگن فلیک پنینگ و من خیلی خوشم میاد ازش. ولی اگه شما دوستش ندارین میتونید برید قسمت پرفرنسز و بعد قسمت تول و میتونید فلیک پنینگ رو غیر فعالش کنید. ولی خب حالا میخوام برم سراغ یه ابزار دیگه. کلید M رو میزنم و به هم ابزار مارکی رو میده. برای اینکه بهتون نشون بدم دکمه اسپیس رو میگیرم. با اینکه یه ابزار دیگه ای رو انتخاب کردم میتونم آزادانه توی عکس بچرخم. دکمه اسپیس در واقع موقتاً به هم ابزار دست رو میده. بالاخره اگر دابل کلیک کنم روی ابزار دست فتوشاپ تصویر رو فیت میکنه. و اگه دابل کلیک کنم روی ابزار زوم فتوشاپ زوم رو به 100% میبره. اما اگه با چند تا عکس باز همزمان کار میکردم چی؟ اول میخوام همشون رو تایل کنم. میرم توی ویندو و بعد ارنج و بعد تایل آل ورتیکلی. حالا این دوتا عکس 2% متفاوت زوم دارن. و اگه میخوام که درصدشون یکیشه میتونم ویندو رو انتخاب کنم بعدش ارنج و بعد مچ زوم. اگه متوجه شده باشید میبینید میتونم لوکیشن ها یا میزان چرخش رو هم یکی کنم یا همه موارد رو هستن. اینجا انتخاب میکنم که زوم ها مچ بشن. حالا اگه بخوام زوم این یا زوم ات روی چند تا صفحه به صورت همزمان کنم با انتخاب ابزار زوم میتونم زوم رو روی تمام صفحات فعال کنم و برای زوم کردن کلیک کنم. یک کلید آپشن رو نگه دارم تا زوم اوت بشه. اما اگه نمیخوام که اینو فعالش کنم ولی بخوام که موقتا روشنش بذارم میتونم کلید شیفت رو نگه دارم. میبینید که روی هر دوتا عکس میتونم زوم این کنم به صورت همزمان. این با ابزار دست هم کار میکنه. واسه همین من کلید H رو میزنم و میتونید ببینید که یه آپشنی هست که همه پنجره ها رو تکون بده. میتونم اون رو روشن کنم تا همزمان دوتا پنجره رو با هم تکون بدم یا میتونم غیر فعالش کنم و فعلا کلید شیفت رو بگیرم برای اینکه موقتا فعالش کرده باشم. پس همونطور که اینجا میبینید روش‌های مختلفی وجود داره که عکستون رو ببینید و خوبه که بدونید همه اینها وجود دارن که شما بفهمید کدومش برای شما بهتره.
حالا که فهمیدید چطور میشه زوم کنید و روی عکستون جابجا بشید، میخوام یه روش دیگه برای اینکه فتوشاپ رو شخصی سازی کنید یاد بدم. وقتی که روی عکستون دارید کار میکنید، برای اینکه یکم تصویردهی بهتر بگیرید به همراه پنهان کردن پوسته ظاهری تا اینطوری به عکستون اجازه بدید که تمام صفحه باشه، میخوام هر سه تا عکس رو در بریج انتخاب کنم. اولی رو انتخاب میکنم، دکمه شیفت رو میگیرم و بعد روی آخری کلیک میکنم برای اینکه هر سه تا رو انتخاب کنم و بعد از کامند او برای اینکه هر سه تا عکس رو باز کنم استفاده میکنم. حالا زیر منوی ویو میبینید که یه اسکرین مود هست. شما یه استاندارد فول سایز with منیو بار و بعدش فول سکرین مود رو دارید. اینا همچنین از قسمت تول بار هم قابل دسترس هستن. در آخرین قسمت وقتی که انتخابش میکنم و وقتی که موس رو نگه میدارم روش تا ابزارها معلوم بشن، میتونید ببینید که همشون برای کلید میانبر F طراحی شدن و این یعنی که راحت میتونید با کلید F مودهای مختلف اسکرین رو عوض کنید. این خیلی خوبه. میخوام که زوم کنم با استفاده از کامند به علاوه 1 برای اینکه فرق اصلیش رو بهتون نشون بدم و این حالت استانداردش هست که در اطراف عکس نوارهای سکرولی دارید. وقتی که عکستون از کادر پیشنمایش بزرگتره، به محض اینکه یک بار F رو میزنم دیگه اون نوارهای سکرول رو ندارم. فتوشاپ بقیه عکسم رو زیر پنل ها مخفی یا جا میکنه. پس بنابراین یکم بیشتر بهم فضا میده، نه تنها در سمت چپ بلکه در پایین صفحه. اما اگه یه بار دیگه F رو بزنم میرم به حالت فول سکرین که بدون کادرهای منو هست و این یه روش عالیه برای اینکه عکسم رو به نمایش بذارم. میتونم اینجا از کلید کامند 0 استفاده کنم برای اینکه زوم اوت کنه و در پنجره جا بگیره و همه تصویر رو ببینم و اگه نیاز باشه که به ابزارهام دسترسی داشته باشم یا به پنل ها، میتونم نشانه موسم رو لبه صفحه نگه دارم تا منو بیرون بیاد تا بتونم یه ابزار دیگر رو انتخاب کنم، یا میتونم بیایم به پنل های این قسمت، یا میتونم برای مثال یه لیر دیگر رو انتخاب کنم یا آپشن دیگه برای پنل ها. به محض اینکه نشانگر رو از پنل دور کنم دوباره اتوماتیک خودشون مخفی میشن. خیلی خوب. برای اینکه از فول اسکرین بیرون بیایم یا میتونم F رو دوباره بزنم یا تنها دکمه اسکیپ رو بزنم. حالا یه میانبر دیگه قبل از اینکه تموم کنیم میخوام همه اون سه تا عکس رو کاری کنم که روی صفحه جا بگیرن. از کامند 0 استفاده میکنم. من به عکس بعدی میرم با استفاده از شورتکات کنترل تب و دوباره از کامند 0 استفاده میکنم و بار دیگه کامند تب و بعدش کامند 0. و حالا اگه F رو بزنم و بعدش برم به حالت فول اسکرین، حالا همه ی عکسام روی 1% از زوم هستن و تنها میتونم با استفاده از کنترل تب بین عکس هام جابجا بشم. خب اینم از یه راه عالی برای به نمایش گذاشتن با استفاده از فول اسکرین مود، یا یه راه خوب برای اینکه فضای کاری بیشتری داشته باشین با استفاده از حالت فول اسکرین with منیو بار.